سلام علیکم عزیزان. سلامت و خانومتان باشین. در شبی که مادرم ادین گذاشتن شوهرم با همراهی اومدم خانه خشتمانم جان تفهم که بیبیم وزنیشته میگه فیروزه رو بگیم بیا. اومدم با همراهی مادرم امروز شب استودیم. مادرم شب جمعه 3 دکتبر شب جمعه 2010 ادین گذاشت. شوهرم با همراهی نشستن تو مادرم ادین گذاشتن که اپا کمی نبودن یکی بار خوب بوده که بدم مولده. بعد من اما سوره خوندیسم میگم که خوب برسه شوهر میشوره که شور شو خوب نبره که مادرتون نشت استباف جونا بحق سپردنیه بعدم خشور شدم سوره خوندن گرفتم قریب جانتیش مادرم وقتی گفت که اوه تا کسر بخوام بچم بعد آبی زمزم داشتم ده ترک دنگی بچه جون دختر جون برکتون بتیه گفته مرق شوهرم و من دعا گفتم دقیقه اکم دعا آی نمی اکم دعا چند دعا گرفتم این نمی اکم خوردیم این نمی کسایی که خواب بودن دعا کنه تو دیگه دهاشون گفتم مادر جون دعا که داده خب بچه کنده بگو آیت الکرسی بخونم من اول سوره یاسین سوره خوندم بعد گو آیت الکرسی بخونم آیت الکرسی خونده که میخواد دوره برکتون بدی همتون خدا برکت بگردونه که کلانیم سرکده با اپا با که خوردیم با خودم با خواهرم با دومودو با کلنوش با همه اینا بیروش هم خدای خوش رو مادرم که برای اینکه خودم خوام برکو خیلی جون است ولی به شوهرم گفت که یک با پولس شدیم که پولسش نیسته به منش بستم مادرم شوهرم یاردم که لاتر درون داده پوچوش بستم مادرم سایه بشیدیم بعد خسر شتامان اومدن سحری این خسر شما با همراهی بودم شو و خسرم اومده بعد فهمون که این کفن چخه باید پوره کنی چخه باید چکنی کفنشو پوره کنیم تیار کردیم بعد برادرم سحری بیدارش کردیم شب برادرم نورم نکردیم بیدارش گفتم خیلی برادرم گیره کرد یکم رو مدید مرد که گیره کنی شاید گیره کردم خیلی برادرم بعد دایی کردیم کفن کردیم بعد بردن جنازه کردن روز جمعه به خاک سپردن در قبرستون نزد فرزندان گمره به خاک سپردن در قبرستون نزد فرزندانش بردن به خاک سپردن در قبرستون برادری 25 سالم بودم اونجا به خاک سپرده شدگی برادری که پیش من به خاطر رسوندن در قبرستون 5 فرزند مادرم یک نیم سال استوای نگذاشتگی 6 فرزندش بگیم ده اون از فرزندان گمره بر به خاک سپردن در جس پدر رحمتی من برای مادرم سپردگی پدر رحمتیم در روز از دنیا گذشت ساعت 1 روز از دنیا گذشت پدر من سوره خونده وصیت کرده وقتی یعنی جون سپرده خواهرم ای در اومد خواهرم گفتم ای بیو بشیده برام گفتم وایک یاردم میکنیم پدرم و فکرم جونش به خاص سپردن وقتی جون سپرده پدرم یکی سوره کدام سوره گو میخونه بچه جان بخون گفته خوندم سوره چرخلور خوندم یاسین خوندم اتلکرسی خوندم پدرم آبی زمزم در حلق چکونده بعد وصیت کرده گپ زده ساعت 1 روز از دنیا گذشت که پدرم ای مادر فرقش این بود که چیزی که سحر خورده بود پرتافت تو میگن که درون توزه میکنه آدمی امیک دنیا گذشته که درون توزه میکنه خیلیش پدر رحمتین پرتافت همه سحر خوردگیشه در ابید چی نخورده از دنیا گذشته بعد خواهرم گیره اون دلار گفتم گیره نکه گفتم چی نکه داد وای نکه گفتم مردر گفتم چی میکنی جان سرک میکنی بعد وای کرد منش بستم پدرم دیدم که پولش نیست خیلی خوب بودگی وارد شد پدرم منش بستم بعد رشته را گرفتم لاتر بست کندم چل کوشه بستم ساعت 1 روز 23 فوریه 2014 پدرم گذشته مادرم 2010 گذشته 3 دکتبر